چو خواهی رهیدن مر از بندگی، بپیما رهی آفرینندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی از منظور شما. همگان خوب می‌دانیم که در این ماه اپریل از تألیف بزرگترین کتاب سرنوشت ساز ما، کتاب مقدس و ملت ساز ما، نمونه ادبیات تاجیکی استاد عینی 100 سال در همین سال سپری می شود و در ماه اپریل چون عنعنه از سال 1954 تا همین روزهای ما همه ساله سالانه عینی جشن گرفته می شود در ماه اپریل و کنفرانس و محفل های گوناگونی برپا می گردد و این سال خوشبختانه در حاشیه همین سالنامه استاد عینی و 100 سالگی نمونه ادبیات تاجیک در اکادمی ملی علم های تاجیکستان، دقیق ترش 24 اپریل، همایشی بین المللی تحت عنوان سهم نمونه ادبیات تاجیک در آموزش تمدن آسیای مرکزی برگزار گردید. عالمان و دانشمندان و دایره های اکادمی داخلی و خارجی در آن اشتراک کردند. سخنرانی های خوبم شد و همگان برای همین یک نکته اساسی تمرکز کردند که نمونه ادبیات تاجیک نه تنها یک کتابی آموزشی و تعلیمی و تحقیقی است، بلکه یک کتاب سرنوشت ساز بوده است که ملت ما را در وزنین ترین و حساس ترین زمان ها، ابتدای عصر 20 و بخصوص سالهای 20 و 30 سده 20 سده گذشته ما را همچون ملت معرفی کرده است و برای تقویت شعور و تفکر ملی از یک طرف و پایداری و استواری و تأسیس دولت ملی با نام جمهوری تاجیکستان شوروی معرفی به طور شایسته معرفی کرده است. و در حاشیه همین گفتمان ها ما با حضور ادبیات شناس و روشنگری ورزیده امان استاد جمالدین سیدزاده یک صحبت می آراییم در موضوع نمونه ادبیات تاجیک، کتاب مقدس و ملت ساز. استاد خوش آمدید، دعوت ما را پذیرفتید. شما که سالهای سال در اطراف همین موضوع فکر میکنید، کتاب‌های زیاد هم تألیف کردید و اخیراً همون کتابتون با نام نمونه ادبیات تاجیک شاهنامه دیگر است چاپ شده است. در اونجا فراگیر مقاله‌های گوناگونی هست که در اطراف همین موضوع چرخ زدند و مناسبت استاد عینی را با فضای ما، با محیط ما و با مهمتر از همه با سرنوشت تاجیکان مشخص کرده است. بار دیگر خوش آمدید و استاد از همینجا شروع کنیم که عامل‌های به وجود آمدن چون یک کتابی که من بعد کتاب مقدس و سرنوشت ساز ما شد چی ها بودن و چی وضعیتی شد که همین گونه کتاب برآمد، از همینجا شروع کنیم و بعد ادامه میدیم. تشکر. مهنتکش بیچاره پس از دیدن 100 جبر ای اکتبر از مرحمت یافت زی اندوه رهایی تو مرغ همای واقعا هیچ کس چشمدار نبود، حتی احمد دانش هم که با آن که پیشگویی کرده بود که عمر این امارت به آخر رسیده است، واقعه رخ می‌دهد که حتما از بین میبرد این امارت ظالمانه را، این شیوه چنگیزی را. اما خوشبختانه یک حادثه رخ داد که در عصر 20 این به فکرم هدیه تاریخ بود برای ملت تاجیک که مردم ما به آزادی رسید در سال 1920. اگر ما سرچشمه‌اش رو از 17-20 و خصوصا 24 که برای اولین بار تاجیکان را همچون در یک حدود ولایت باید منقسم می‌کردند، خوشبختانه با خدمت‌های نفران بسیار مسئول هنگامی که این مسئله مطرح میشد آن را خط زدند و به جمهوری خودمختار تبدیل شد. این اولین موفقیت ملت تاجیک بود که هویت خود را گم کرده بود، از خودشناسی به قول استاد عینی دور رفته بود که اگر میپرسیدند میگفت که ملت چیست، میگفت مسلمان، بخارایی، سمرقندی، هراتی، دروازه، ختلانی و غیره و هکذا به نام مکان خود را میشناخت و از همین جا شروع شد و خوشبختی ما زینه دیوم از آن عبارت بود که سال 1929 ما همچون جمهوری مستقل ارزی اندام کردیم. اما بعد از جمهوری مختار اعلان کردن تاجیکستان عزیز ما، نیروهای بدخواه، نیروهایی که ضد تشکیل شوی جمهوری تاجیکستان بودند، آنها اغوا انگیختند و موجودیت ملت ما را
انکار کردند و در همین لحظه سرنوشت ساز استاد عینی مثل انمون مرغ هما هدیه تاریخ بود که به ما رسید و کسی بود که محض او میتوانست یک رساله، یک کتاب، یک اثر را نویسد و اثبات کند که از قدیم زمان، از بازی که تاریخ وقایع را قید میکند، در اینجا یک خلق معظم با نام تاجیک زیست میکند، به دوش استاد عینی افتاد و استاد عینی در یک مدت کوتاه بین 6 و 7 ماه این کتاب مقدس را که همه تصدیق کرده و به قول شما نوشت و خود استاد عینی درباره اهمیت این کتاب میگوید که این کتاب در آن زمان اهمیت بزرگ باش برای تطبیق سیاست پرت، میگوید که موجودیت ملت تاجیک را انکار میکرد، آنهایی که انکار میکرد به دهان بدخواهان ملت مهر خاموشی زد. البته اونا باز خاموش نایستادند. خب پن ترکیستا، پن اسلامیستا پشت و پناه یافتند به واسطه دیگران، مثلا به نمونه ادبیات تاجیک حمله کردند، اما استاد عینی با یاری شخصیت‌هایی که نیک نظر بودند، تاریخ فرهنگی ما، ملت ما را می‌دانستند، اثبات کردند که اون نفرایی که اغوا می‌انگازند گفته‌های و اساس ندارد، یعنی به اساس است و با واسطه ان همون دلیل و ارقامی که آورده بود از بابای رودکی سرکرده تا شاعران دوره تا زمان زیستی عینی شد، تا شاعران دوره انقلاب استاد ابوالقاسم لاهوتی، خود استاد عینی و دیگر ادیبان اثبات کرد که این مردم در این سرزمین یک مردمی آمده نیستند، بلکه دارای یک تمدن، دارای یک فرهنگ، دارای یک ادبیات است که چشم جهانیان را خیره کرده است و به قول شاعر نه نام از دین نه از دانش نشان بود که بنگاهی تمدن بود ایران. بله. همینطور بود. انا اومدیم استاد سر این که در یک مدت کوتاه مثلا ماه مارس شروع کرد با دستور حکومتی همون وقته ما و با خواهش و سفارش عبدالقادر محیدینوف این کار کرد. ماه مارس دقیق ترش 15 مارس و علاقه 30 با قول استاد لاهوتی که خبرگیری میاد 30 اوگوست تمام کرد و در بعضی سطحش ما 25 سپتامبر یعنی در مدت زیادتر از 6 ماه از همین چیز انجام می‌یابد. این کتابی که هم مقدس و هم سرنوشت است. اکنون درباره اون استاد صحبت کنیم که شما در مقالاتتون در اینجا ذکر کردید که شاهنامه دیگر است و همون کاری رو که شاهنامه در عصرهای میانه ما کرد برای تقویت هویت ما، برای به وجود آوردن یک فضای ملی و ملت شناسی و خودشناسی و خودآگاهی و همین کار در عصر 20 از طرف با عهده نمونه ادبیات تاجیک و شخصی استاد عینی افتیده بود. از این صحبت کنیم که مثلا همین کتاب که بسیاری ها نظرم دارن که یک قسمم متاسفانه نظر دارن که یک تذکیره هست، حالا که زیادم گفتگو شده است که فراتر از همه اون تذکیره ها و فراتر از همه ماخذهای علمی است، اگرچه بر مبنای ماخذهای علمی نوشته شده است، بر ماخذها و سرچشمه های درجه اولی که همون زمان موجود است بر اساس همون نوشته شده است، لیکن فراتر از اینا هست. در اطراف همین صحبت کنیم استاد. بله، عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. چی معنی؟ شما درست تاکید کردید که در عصر 10 این کار به عهده ابوالقاسم فردوسی افتاده بود و به قول خود استاد عینی که میگه من این مرده ها را زنده کردم، بس رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی و بعد 1000 سال این گونه مسئولیت به دوش استاد عینی افتاد. گفتم که بدخواهان ملت پن ترکستان پن اسلامیستان موجودیت ملت ما را که انکار میکردند، استاد عینی به واسطه ان همین اثرش کاری که ابوالقاسم لاهوتی 1000 سال قبل از این کرده بود این را چیکار کرد به انجام رسوند. گفتم که بدخواهان ملت ما اغوا میانگیختند، از جمله که موجودیت ملت تاجیک را انکار میکردن، میگفتن اینها با واسطه تاثیر ادبیات ایران یا که با واسطه ایرانیایی که به اینجا آمده زبان فارسی میگفتن اینا ترک هم بود از نو به هویت خود برگردند، انکار کردند. اما با وجود آن مثلا بهرالدین عزیزی یا که بکتاش نیروهایی بودند که با این کتاب ایراد میگرفتند، اما استاد عینی با همون دانش و فراست و هوش و نبوغ خود
در مقابل آنها چون که استواری شد جوابهای دندان شکن داد و آنها مثلا بعضی اعراد آنها بود که گویا استاد عینی نسبت به در نمونه ادبیات تاجیک نظر تنقیدی ندارند، مثل که به تذکره نویسان پیش نکنند، اما عینی این را رد میکند، میگه که هر جا که استاد عینی مجال میود نقد میکند آثار ادیبان، جنبه های مثبت و منفی آنها را چیکار میکنه نشان میده، یا که به ادیبان علاهیده ایراد میگیرد. مثلا به شوکت بخارایی وقتی که اون یک بیتش را میخواند که از شاعران پیچیدگی بود، میگه که درست گفتد، یعنی در همه جا در دایره به هر شاعر، هر نویسنده، هر ادیبی که نمونه آورده است نظری انتقادی خود را چیکار کرده است بیان داره. از این لحاظ این کتاب بعضی ها که شما ذکر کرده گویا که فقط یک تذکره است، از دایره یک تذکره بیرون میرود. در این لحظه حساس جنبه اجتماعی، جنبه تاریخی، جنبه سیاسی، مفکوروی، ایدئولوژی میگیرد که موجودیت ملت ما را چیکار میکنه اثبات میکند، دفاع میکند از ملت ما، از اون بیرون میره و بهترین اولین کتاب ادبیات شناسی و تاریخ ادبیات است که من بعد راه را برای نوشته شدن کتاب‌های تاریخ ادبیات از جمله کتاب همنامی وی که در سال 1940 نوشته بود، نمونه‌های ادبیات تاجیک انشا میکند و این مسئله، این موضوع در کتاب نمونه ادبیات شناسی درجه اول ما عبدالحی محمد دمینوف با تمام نزاکت، با تمام شکوه و شوکت بررسی شدن اون نیروهای بدخواهی که میخواستند که این کتاب را در حوزه فقط یک تذکره محدود کنند و با دلیل ها نشان داده است که استاد عینی هم فکرانی و اونایی که هم در آسیای میانه بودند، هم در تاجیکستان بودند، هم در مرکز در مسکو بودند، اونا این کتاب را خوب شناخته بودند و از استاد عینی دفاع کردند و این کتاب آخرالامر جایگاهی استوار خود را پیدا کرد. استاد یک نکته هست که خود استاد عینی در مکتوبش به همون یکی از دانشمندان و شرقشناسان و دیپلمات‌های مشهور روسیه که همین حوزه دیپلماتی آسیای میانه را همون زمان مدیریت میکرد، znamensky را مکتوب مینویسد. در اون مکتوب اکن یک نوع مکتوب التفاتی دارد برای اظهار تشکر کردن. در همونجا میگوید که من فرموده با نوشتن نمونه ادبیات تاجیک فرموده تاریخ انجام دادم. اکنون درباره وی صحبت کرده استاد، درباره نمونه ادبیات تاجیک و نمونه‌های ادبیات تاجیک صحبت کردید. مقالتان اخیراً در هفته‌نامه ادبیات و صنعت تحت همین نام از نمونه ادبیات تاجیک تا نمونه‌های ادبیات تاجیک، البته بعد از گذشت چند سال و بعضی خاموش شدن این معرکه‌های به اصطلاح بدنامسازی و سیاه‌سازی، یک نوع فضای نسبتاً نرمتر به وجود می‌آید. بعد از سال‌های 37 اکنون مسئله دیگر میخیزد که شما در اون مقالاتون مفصل‌تر سر اون صحبت کردید. میخواستیم سر همین صحبت کنیم که نمونه ادبیات تاجیک و نمونه‌های ادبیات تاجیک هم که تحت ویراستاری و مدیریت استاد عینی نوشته شد، درباره اون کمی صحبت کنیم که بینندگان هم از این چیزا باخبر شوند. درست گفتید. ما بارها در مقاله هم در نوشته‌های خود ذکر کرده بودیم که همیشه مشکلات ما درونی بوده است، بیرونی نه. و شما گفتید که یک اندازه تا سالهای جنگ نر شد، متاسفانه تا دهه یکم تا سال 41 حتی تا این دورم نیروهایی بودن که مقاومت میکردند و استاد عینی وقتی که دهه ادبیات و صنعت در مسکو برگزار میگیرد و با همون سخنرانی سردار دولت وقتی که اعتراف کردن این موجودیت ملت تاجیک و صنعت و هنر ایران نشان می، استاد عینی در آنجا از روی نقل دهاتی و میرشکر چنان باوش می از جا خسته خرسک می، کسی که در سرش تپ تپ میزنه که شما چرا اکنون حقیقت تنطله کرد، میگه گفته یا افتخار بله تنطله کرد گفته. و استاد عینی برای چی در این کتاب همچون محرر یا که این کتاب رو در بعد مثلا نمونه ادبیات تاجیک، نمونه های ادبیات تاجیک را نوشتن، چی ضرورت بود؟ تا این در مسائل های دیگر پیدا شده بود که در اون دوره یک لحظه بسیار حساس بود که فقط ادیبان منطقه ماورالهنر در نمونه ادبیات تاجیک جایگیر شده بود. مثلا در اونجا حافظ نبود، فرض کردیم فردوسی نبود، سعدی نبود، شاعران دیگری ما نبود. اندک اندک ما اکنون گفته که زمان نرمشکی بود، اندک اندک ما صاحبیت منطقه های دیگر هم که ادیبانی که در منطقه ما
چی میگم با شیر مادر ما آثاری اونها را میخوان، حافظ رو فرض کردیم، فردوسی دیگه، باید اونها را صاحبی میکردیم به اصطلاح، فقط مناپول فرض کردیم برادران ایرانی نمیکردیم و ضرورت پیدا شد که نمونه های ادبیات تاجیک را نویسند و در اینجا درباره مثلا بعدی که رساله های خود را استاد عینی می نویسد، درباره سعدی می نویسد، درباره فردوسی می نویسد، باید اینا را جایگزین میکردم و مهمترین خدمت استاد عینی و اونایی که در نوشتنی یا که مرتب کردن این نمونه های ادبیات تاجیک اشتراک کردن از آن عبارت بود که اصطلاح ادبیات فارس و تاجیک را در اینجا چیکار کرد؟ جایگزین کرد. البته در اون دورم نیروهایی بودن که مقاومت میکردن، قبول نداشتن که باید ادبیات مثلا هم به فارس و هم به تاجیک ها چی باشد موافقت کند، اما اندک اندک بعدر قبول کردن شرقشناس هم و اگر خطا نکنم ایرجی بیچ که باشد کتاب نوشتن بهتر که ادبیات فارس و تاجیک به همین اصطلاح بعداً در ادبیات ما رایج شد. در اینجا هم من گمان میکنم که خدمت استاد عینی بسیار بزرگ بود و زمینه البته با وجودایی نمونه های ادبیات تاجیک باز هم همون نمونه ادبیات تاجیک بود که امکانیت آورد اندک اندک فراهم کرد که ما نمونه های ادبیات تاجیک رو بنویسیم و بعدا تاریخ ادبیات ما از عصر 11 سر کرده و کتابای تاریخ ادبیات ارزی اندام کند و هر کسی که مؤلف کتابای تاریخ ادبیات میشه، مؤلفان کتابی تاریخ ادبیات حتما به نمونه ادبیات تاجیک رجوع میکردن و امروز هم ادیبان ما، شاعران ما، نویسندگان ما از اون که 100 سال از نمونه ادبیات تاجیک گذشته است باز به نمونه ادبیات تاجیک رجوع میکنه. اما متاسفانه ما گفتیم که از آغاز نوشته شدن نمونه ادبیات تاجیک بعد نشر وی نیروهای بدخواه هم در داخل هم در بیرون بودن که با عینی میتاختند، به نمونه ادبیات تاجیک ایراد میگرفتن گفتن و موجودیت ملت تاجیک را انکار میکردن که خود عینی با نمونه ادبیات تاجیک به دهان آنها مهر خاموشی زد. اما در زمان بازسازی به اصطلاح در زمان به استقلال رسیدن هم باز نیروهایی بودن که هم به آثار ادبی ما، علمی ما، دستاوردهای ما در عصر گذشته میتاختن، موردی انکار قرار میدادن، نیگیلیزم میگفتن که اونها را گویا که در یک زمانی که خب زیر تاثیر فلان و بهمان گفته میتاختن و پرزیدنت محترم ما با درک مسئولیت خود خوشبختانه همون کار را که استاد عینی با نمونه ادبیات تاجیک کرده بود که به دهان بدخواهان ملت مهر خاموش زد، این کار را پرزیدنت محترم ما کرد و او درک کرد که نیروهای پیدا شدن که با بزرگترین نویسنده ما استاد عینی و ترسونزاده میسازم. من با خواهش بینندگان همین فقره پرزیدنت محترم را میخونم. در پلنوم اتفاق نویسندگان تاجیکستان درست بانگ استیراب زدند که آدمان خودخواه و جدای انداز حتی به سر استاد بزرگ ادبیاتمان که افتخار تاریخ وطن یگانه ماست به صدرالدین عینی دست برداشته میرزا ترسونزاده و همصفان او را بدنام کردن میخواهند. وزارت معارف، تشکیلات اداره های دخلدار جمهوری، راهبران دانشکده های عالی و میانه باید پیش راه چنین خرابکاری های پنهانی را بگیرند. امام علی رحمان تاجیکستان در راه دموکرات و جامعه متمدن. واقعا وقتی که به گوش پرزیدنت ما میرسد و در اتفاق نویسندگان هم همین گونه یک نگرانی با وجود میاد، اولین کاری که پرزیدنت ما برای اینکه دهان بدخواهان ملت را گیرد، اونایی که با احساس داده شده بودن زمانی مثلا بازسازی بدون را گیرد، اولین کاری کرد که با استاد عینی عنوان قهرمان تاجیکستان را ارزانی داشت و با همین راه را برای شناختن استاد عینی در زمینه خدمت‌های وی که چی خدمت را در زمان بسیار حساس برای ملت ما انجام داد و استاد عینی را میگوید که یک نفر شعبی در اونجا معرفی میکند که در یک زمان حساس موجودیت ملت ما را چیکار کرد با شاهکاری‌های خود و علل خصوص با نمونه ادبیات تاجیک اثبات کرد. و بعداً که ما حال صحبت خواهیم کرد درباره استاد ترسونزاده که در صدد جشنگیری سال 2001 با استاد ترسونزاده همین عنوان را چیکار کرد؟ ارزانی داد. من گمان میکنم همون کاری که استاد عینی در اول عصر گذشته
کرده بود که دهان بدخواهان ها چیکار کرده بود؟ به دهان بدخواهان خاموشی مشتی به اصطلاح بعضی ها امروز که آبدار زده بود، همین کار چیکار کرد؟ انجام داد. من از این لحاظ میگم که واقعا هم پرزیدنت محترم ما خودشون چی است؟ یک قهرمانند. من بارها همون بیت گفته بودم و باز میگم که جرأت یک مرد میسازد سپاهی را دلیر، سرخرویی میدید یک شیشه 100 پیمانه را. تشکر زیاد استاد. یک جمله دیگر در اخیر به صفت خلاصه اگر جمع بست کنیم، اکنون در زمانی که حساسیت ها زیاد میشن، دور و بر ما اتفاقات زیاده که به فایده ما و برعکس بر ضرر ما هم انجام می‌یابند، در همین وضع حساس برای حفظ شخصیت، برای شخصیت‌های نامدار مطرح هم قهرمانان ملت همون از جمله استاد عینی و مخصوصا همون کتابی سرنوشت ساز و ملت سازش نمونه ادبیات تاجیک، در سطح یک مثلا برنامه‌ریزی‌های فرهنگی باید چیکارا را انجام دهیم؟ خیلی کوتاه. تشکر. واقعا من خلاصتا میگم که خوشبختانه این کار را، این پیشنهاد را عبدالواحد زیور یک روزنامه‌نگار بعد همین حوادث شاید بوده باشد پیشنهاد کرد که با پرچم، با سرود ملی، با شخصیت‌های قهرمان، شخصیت‌های مقدس بود، کسی حق ندارد که از اونها بدگویی کنند. اگر نفرانی که این کار را انجام میدهد اونها باید که با جوابگری مأموری باید کشیده میشه. من بارها پیشنهاد کرده بودم که ما در یک منطقه حساس بسیار قرار داریم. امروز هم حتی در همین روزهای نزدیکی که ما 100 سالگی نمونه ادبیات تاجیک را شما ذکر کرده که 24 در اکادمی علوم یک همایش بین المللی برگزار شده بود، با نفرای پیدا شدن که این کتاب را فقط در سطح یک تذکره شناختند. از این رو من پیشنهاد میکنم که پرزیدنت محترم هم بعداً پیشنهاد کردن که ما باید کانون تمدن آریایی داشته باشه و مرکز نوروزشناسی. من گمان میکنم در همین دو مرکز کانون یک مرکز یا یک شعبه خطرشناسی ما باید داشته باشیم که کدام نیروهایی که به فرهنگ ما، به تمدن ما، هستی ما، موجودیت ما تهدید میکند، ما باید از اونها آگاه باشیم و پیش اینها را چیکار کنیم؟ گیریم. زیرا ملت، قوم، دولت، کشوری که اگر در غفلت باشد میتواند که هر گونه خوف و خطر به سر بیاورد. ما این غفلت را از سر گذراندیم در عصر 10. در پایان عصر گذشته ما همین گونه غفلت داشتیم، قریب دولت ما از بین میرفت. خوشبختانه پرزیدنت ما همین کشتی غرق شده را چیکار کرد؟ نجات داد. بنابراین من گمان میکنم همین بیت شاعر برای ما باید عبرت باشد. میگه که زینهار پس از این فتح غفلت منما زینهار، تا بر سر ما زین پس دشمن نزند جولان. تشکر زیاد استاد. یادآور میشویم که یک صحبتی داشتیم با ادبیات شناس ورزیده و روشنگر ملی استاد جمال الدین سیدزاده در اطراف نمونه ادبیات تاجیک همچون مدرکی ملت شناسی و کتاب مقدس ملی. تشکر زیاد. بار دیگر پایان برنامه ما هست. لحظه خوش روزگاری بر دوام، دایما ایامتان بادا بکام.